خب اگر نقشه جهان رو باز کنیم، واقعیتی عجیب جلوی چشممونه، حقیقتی که نمیتونیم پنهانش کنیم. جهانی پر از تضاد. یکی از تضاداش کشورهایی با آسمان خراش‌ها، دانشگاه‌های بزرگ، تکنولوژی‌های پیشرفته و درآمدهای بالا و درست در کنارشون کشورهایی با فقر، بی‌ثباتی، تورم و ناامنی. خب سوال ساده به نظر میرسه، چرا بعضی ملت‌ها موفق میشن و بعضیا شکست میخورن؟ چرا مردم نروژ، سوئیس یا ژاپن در رفاه زندگی میکنن اما مردم هایتی، کنگو یا افغانستان نه؟ این پرسشیه که اقتصاددان‌ها، تاریخ‌دان‌ها، سیاستمدارها سالهاست، قرن‌هاست که باهاش درگیرن. کتاب چرا ملت‌ها شکست میخورن دقیقاً برای پاسخ دادن به همین معما نوشته.